یک شب برفی و تاریک در یکی از شب‌های سرد و بیرحم زمستان، مردی به نام جوزف وارد یک شهر کوچک و دور افتاده شد. شهری که به نظر می رسید که هیچگاه در روزهای عادی نمیتواند چیزی به جز سکوت و ترس را به ارمغان بیاورد. درختان پوشیده از برف، خانه‌هایی با پنجره‌های بسته و خیابان‌هایی خالی از مردم، تصویری از شهری متروک و فراموش شده را به نظر می آورد. تنها صداهایی که در این شب ساکت به گوش می رسید صدای خشخش برف زیر پاهای جوزف بود. جوزف که مسافر تنهایی بود و به دنبال پناهگاهی برای گذراندن شب می گشت، به تابلویی با خط ناخوانای دست نویس برخورد کرد که روی آن نوشته شده بود: ورود به شهر در شبهای زمستان ممنوع. با این حال او از کنار این تابلو رد شد و وارد شهر شد، بی خبر از آنچه که در انتظارش بود. به محض ورود به خانه‌ای کوچک و نیم ویرانه برخورد کرد. در حالی که از شدت سرما دستانش می‌لرزید، در زد و در کمال تعجب در باز شد. در داخل خانه زنی با چهره‌ای رنگ پریده و چشمانی تیز و بیروح ایستاده بود. او به جوزف گفت: توی این شب برفی تنها چیزی که میتونی پیدا کنی مرگه. جوزف که شجاع بود با بی‌توجهی به هشدار زن جلوی او ایستاد. در این لحظه فضا به شدت سردتر شد. صدای وزش باد و برخورد برفها با پنجره‌های شکسته تن جوزف را می‌لرزاند. زن با صدای خشدار ادامه داد: تو وارد شده ای، اما دیگر راه برگشتی نیست. شبها در اینجا هیچ چیز همانند روز نیست. لحظاتی بعد مردی با لباسهای سیاه و چشمان درخشان وارد شد. چهرهش نه تنها آشنا به نظر نمی رسید، بلکه چیزی ترسناک در نگاهش نهفته بود. او با صدایی آرام و سرد گفت: توی این شهر هر شب خوناشام‌ها از خواب بیدار میشن. جوزف متوجه شد که اینجا تنها یک شهر معمولی نیست، بلکه در شبهای برفی آنچه در نهان است موجوداتی وحشتناک و خوناشامی هستند که انسان را شکار می کنند. با گذر زمان جوزف متوجه شد که تمام ساکنان این شهر در حقیقت خوناشامانی هستند که در لباسهای انسان زندگی می کنند و تنها در شبهای برفی، زمانی که برف زمین را پوشانده و دنیا را از صداها خالی می کند، می توانند هویت واقعی خود را آشکار کنند. جوزف که اکنون در این شهر گرفتار شده بود درک کرد که تنها راه فرار از این مخمسه فرار از دست این موجودات است. اما همانطور که به پشت سرش نگاه کرد دید که خیابانها پر از موجودات با دندانهایی دراز و چشمانی درخشان و قرمز است. آنها در جستجوی خون بودند. با ترس و وحشت جوزف به سرعت به سمت دروازه شهر دوید. در حین دویدن او به ساختمان‌های تاریک و متروک برخورد می‌کرد و هر صدایی که می‌شنید او را به سمت شکستی جدید می‌برد. شب به شدت طولانی و سرد بود و برف بیشتر و بیشتر می‌بارید. در این میان جوزف تنها یک چیز می‌دانست: هر لحظه ممکن بود که یکی از خوناشام‌ها او را پیدا کند و به پایان شب برسد. در نهایت پس از ساعتها فرار و ترس جوزف به گورستانی قدیمی رسید. در گورستان همه چیز خاموش و ترسناک به نظر می رسید، اما در دل شب او صدای زمزمه هایی را از دور می شنید.
صدای افرادی که به زبانهای غریب حرف می زدند و انگار در حال خواندن دعای مرگ بودند. جوزف نمیدانست که آیا آن صداها از مردگان است یا از خوناشام‌ها. در حالی که نفسهایش به سختی بیرون می آمد به گورستان نزدیک شد. به ناگهان درختی که در وسط گورستان قرار داشت شروع به تکان خوردن کرد. از درون آن موجودات عجیب و ترسناک بیرون آمدند. چهره‌های تغییر کرده و بدنهایی که دیگر انسان نبودند. آنها خوناشام‌هایی بودند که اکنون جوزف را محاصره کرده بودند. او نمی‌توانست فرار کند. شب همچنان ادامه داشت و در دل برف و تاریکی تنها صدای لذت بردن خوناشام‌ها از خون تازه‌ای که به دست آورده بودند به گوش می‌رسید. جوزف آخرین بار گفت من رسیدم جلوی این تابلو. پس کجایی پسر؟